حضار عزتمند و گرامی، در مورد تشریح حدیث که برای حالات امروزی ما خیلی زیاد توصیه های زرین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، در این موردش گپ زده بودیم که اگر ما مؤمن قوی شویم چی ثمره داره. واضح شد که ثمرش کسب محبوبیت الله سبحانه و تعالی بود. وقتی انسان محبوب الله سبحانه و تعالی جور شود چی میشه؟ این موضوع در جمعه گذشته سرش بحث کردیم که تمام وجود انسان تابع فرامین الله سبحانه و تعالی میگرده، نه سخنش خلاف دستورات الله و نه عملش خلاف دستورات الله سبحانه و تعالی میشه. بنده الله سبحانه و تعالی تمام وجودش در او را استعمال میکنه که الله راضی است از او خاطر این درجه و این مقام کسب کردن گپی عادی نیست، بری خود محنت میخواه. کدام صفتی را که الله سبحانه و تعالی ذکر کرده بعد او صفتا در ما بیایه، بعد از این محبوبیت بر ما و شما حاصل میشه. اولی از این صفتا که در اول سری حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده، گفت المؤمن، شخص مؤمن. شخص مؤمن شامل مرد و زن است، تو نیست که تنها مرد باشه. شخص مؤمن، مؤمن کی را میگه؟ قرآن کریم در هر جایی که کرامت و عزت برای مؤمن ثابت است، فتح و نصرت برای مؤمن وعده شده، خیر دنیا و آخرت ذکر شده باشه، کلش مرتب سر مؤمن است، یعنی شخصی که ایمان داره. فرق است در بین مسلمان یا به اصطلاح عربی مسلم و در بین شخص مؤمن. از او خاطر سر همین صفت ما بحث میکنیم، از این که دیروز روز تاریخ ششم جدی بود، تاریخی که روسا توانستند در او رو سری وطن ما و شما با اونمو اهداف شومی خود، با اون نظریه پوسیده و او با نظریه ضعیف و بی بنیادی خود بیا در این وطن، در این ملک اسلام مداخله فیزیکی بکنه. از او خاطر امی صفت ایمان ما با این موضوع خیلی ارتباط قوی داره. از ما میخوایم که را کمی تشریح بکنم. عزیزان گرامی، هیچ ملک، هیچ قدرتی تا وقتی را سر یک منطقه و مملکت تجاوز نمیکنه، تا وقتی که اونجا افرادی را برای خود پیدا نکنه که زمینه سازی برای مداخله مملکت دیگه و دنیای دیگه برشان بسازه، تا وقتی که او گپ نباشه هیچ کسی اقدام کرده نمیتونه. این را یقین داشته باشی. این تنهانی که مملکت مسلمان باشه، اگر کسی سری مسلمان ها مداخله کنه بازوا مقاومت میکنه. این مقاومت مشترک است بین مسلمان و غیر مسلمان. در یک مملکت تا وقتی را یک مملکت کامیاب شده نمیتونه تا که در داخل از او برای خود افرادی را پیدا بکنه که تمام کوایف او داخل بر از یا قصه کنه، راه ها را نشان بده، جاسوسی برش بکنه، شیطنت برش بکنه. ویتنام شما دیدی، امی امریکا بود، امی ابرقدرت بود، نتانست ویتنام زیر سلطه خود بیاره. هر مملکت مقاومت میکنه در مقابل هر قدر قدرتی که باشه، لیکن یک مملکت وقتی کامیاب میشه که زمینه سازی در داخل بکنه. با تأسف وقتی که این سخن ما میگیم بسیار جای تأسف است. تسلیم شدن جوانای مسلمان به یک مفکوره خیلی پوچ و بی اساس که او عبارت از اشتراکیت یا کمونیسم است. اولادم اولاد مسلمان باشه، جوانم جوانی که تحصیل کرده باشه، از پوهنتون فارغ باشه، ولی بازم تسلیم شوه به این اهداف شوم یک مملکتی که نظامش الحاد و بیدینی و کمونیستی است. و اینقدر جوانا را کسب بکنه، بسازه، تعلیم بده، ذهنیت بده
که انقلاب برپا بکنه به اصطلاح خودشان. چیزی بدبختی که امروز ما مشاهده میکنیم، اول جریانش از امونجا آغاز شده و تا آلیره او گلم غم از افغانستان جمع نشد. میدانی که چرا اینطور شد؟ پس میم در اصل ریشه ای پدر، ای مادر، ای رئیس دولت، ای وزیر، ای کسی که در این مملکت رشته قدرت و صلاحیت در دست تو هست. ما نمیریم در مملکت، گپ در مملکت نمیزنیم، گلم نداریم. سیاست های ممالک برای ما و شما معلوم است که رقم در کدام حد رسیده. ما گله از پدر دارم، ما گله از ملا امام دارم، ما گله از معلم مکتب دارم، ما گله از استاد پوهنتون دارم. امروز هم دنیا آمده و آنقدر مصارف انگفت علنی را در اینجا میکنه که هیچ حد و اندازه نداره. ولی ما یقین دارم یک بچه خرد ما را نمیتونه که انشاءالله ذهنش را بگردانه از اسلام. در اون زمان چرا اینطور شد؟ به خاطر ازی شد که پدر هیچ برنامه برای اولاد خود، برای تربیت اولاد خود نداشت. خود یک مسلمان میراثی بود، فقط همی قدر دیده بود که پدر و مادر میخزه وضو میکنه و در طرف قبله استاد میشه. شکلی وضو و شکلی نماز یاد گرفته بود از پدر و از مادر، دیگه هیچ چیزی از دین یاد نداشت. یک روز هم درس عقیده در کل مساجد موجود نبود که به نام عقیده یک درس باشه، نه در مکتب، نه در پوهنتون، نه در مسجد. درس قرآن کریم هیچ وجود نداشت. مردم مسلمان میراثی بود، خیر و خلاص. فقط چی را یاد داشتن؟ یک ماه رمضان نه کلگی دهن بند بکنه، خیر و خلاص. بزرگترین مؤمن ما کسی بود که او 2 رکعت نفل در شبای جمعه بخونه. تهجد کسی یاد نداشت، مسواک کسی نمیشناخت، اشراق نمیشناخت، نمیفهمید سنت چیست، توحید. روزی که ما در ترجمه قرآن کریم در پاکستان نشستم بسیار گریان کردم، آیت‌ها را میشنیدیم و بعد از او در ذهنم میآمد که ما کدام مسلمان هستیم؟ این قرآن چی میگه؟ ما خوی قرآن را قبول کرده بودیم، این چی رقم قبول کرده بودیم؟ این کتاب الله را چی قسم پذیرفته بودیم؟ این قرآن خود کمل همین قدر زندگی را که ما تیر کردیم به ضد قرآن تیر کردیم. کتاب الله در هر رکعت نماز، در یک روز تو در هر رکعت نماز میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو مدد میجویم. ولی ما خود کل عمر ما عبادت هم برای نظر و نیاز امام برای قبرا بود و خواستن امام از قبرا بود. عجیب نیست تا امروز دنیا به می حالت رسیده، اینقدر انکشافات شده. امروز هم طایفه های بزرگی وجود داره، لنگی سفید بسته کده، مردم به می گپ دعوت میده، به می گپ دعوت میده و هرگاه تو مخالفتی کار میکنی طاپقتش هست، طاپقتش هست. سابق میگفت وهابیست، ولی برات میگه داعشیست. بنگی برالا در سر منبر تقریر را میکنه. گله از کی بکنیم؟ ما از کی بنالیم؟ ما از دولت ها نمینالیم، ما از شوروی نمینالیم، ما از او جوانی که از خانه مسلمان بیرون شده، جیب خرچیش پدر داده، 12 سال لیسه را سرش خوند، بعد از او دو پوهنتون روان کرد و بعد از او نعوذ بالله رفت لیلن سجده کرد. پس از او برگشت و پدری خود میگه که ضرورت به توی نیست خواهر، اینی زن است دیگه. نعوذ بالله. این حالاتی هست که ما و شما به چشم سر دیدیم. بنیادش از کجا بود؟ از تو پدری ضعیف، از تو پدری که برنامه نداشتی، ایدئولوژی و عقیده و ذهنیت نداشتی، یک مسلمانی رسمتی بودی، یک مسلمانی رواجی بودی، یک مسلمانی تذکیره‌ای بودی و تا امروزه ما به می حالت باقی موندیم. نداریم برنامه درست نداریم. نه پدر برنامه داشت، چیزی یاد نداشت بیچاره.
شما باور بر الله بکنید کتاب فروشا در قریه های ما که می آمد یک کتاب دینی امروش موجود نبود که در او یک چیزی باشه غیر از قرآن کریم. دیگه کلش کتابای چی بود؟ نجمان چیست؟ حافظ شیرازی، مچم درخانه شیرینی، کتابایی که کلش واهیات، کلش هیچ چیزی نداشت. تفسیر موجود نبود. مولوی صاحب پرسان میکرد تفسیر داری؟ نه. کتاب حدیث شناختن خود کتاب موجود بودن خود دور گپ بود، دور گپ بود. این موضوع خود کجا بود؟ نبود برنامه. خب متوجه باشی اگر ما بنیاد متوجه نمیشیم ثمرش اینمیالی چشیده رو استیم. بنیاد متوجه نشده بودیم. در مسجد ملا صاحب کی بود؟ ملا صاحبی ما هم نجاری میکرد بیچاره، 10 دانه سورت یاد کرده بود و هم امامت میکرد. حتی کتابی خلاصه را تدریس کرده نمیتونست. این امام مسجدی ما بود، مسجدی که متعلق به 150 خانه بود. 150 خانه که کم کم اولاد ما بگیریم 2 نفر در خانه بگیریم 300 شاگرد میشه. تنها بچه ها. در سال 70 ما پس آمدیم در قریه ما درس دختر ما شروع کردیم. از او پیش 1 دختر قرآن کریم یاد نداشت. 1 دختر درس نخوانده بود. عام قریه ها همینطور بود. ننگ و غیرت می آمد که دختری ما چطور برد در مسجد درس بخونه. اما صحنه آمد در دوران کمونیستی هم اینجا بوده. دخترها ازار داشت بگوی ای مردم، ای ملت، خود مسلمان با غیرت می گرفتیم. یه حالتی ما بود. مناسب برنامه برای اولاد نداشت، برای شاگردان نداشت. در مکتب در صنف 12 یک کتاب صرف ضربه از ریبو که هیچ شاگرد نمیفهمید که چی مقصد داره. طالب که 5 سال درس میخونه نمیفهم اصلی مطلبیشه. او یک شاگرد چطور بفهمه؟ از دین چی بود؟ به نام دینیات 1 دانه کتاب بود. یک مطلب از اخلاق، از تقوا، از صبر، چند دانه مطالب جمع شدگی بود. خیر و خلاص. در هر مکتب یک کس به نام مولانا بود که قرآن کریم درس بده. چی رقم درس میداد؟ الله رحم بکنه. ما ایران به او معلم میمانم که چی قسم معاش میگرفت و میگفت که رزق حلال است. چه فعالیت کرده بود؟ یک شاگرد چه قسم تربیت کرده بود؟ چه احساسی داشت؟ من 9 سال مکتب خونده. در 9 سال مکتب از او معلم راضی بودیم که قصه ختم میکرد، نقل شروع میکرد. درس نبود، تعلیم نبود، احساس نبود، مسئولیت شناسی نبود. به پوهنتون میرسید بچه. در پوهنتون چی گپ بود؟ میدان تقابل بود پوهنتون. خب بود در پسانا بعضی توسط بعضی کتابای یک تعداد از علما که یک اندیشه و فکر داشتن مضامین نوشته کرده بود. او کم کم ترجمه شده بود، در دسترس بعضی از محصلین افتاده بود. در اینجا معرکه شروع بود. بنگی برالا به الله دشنام داده میشد دمی پوهنتون. کسی صدای خود بلند نمیکرد که چرا؟